باتری‌های لیتیوم یون رو میشناسی؟ این باتری ها قلب اکثر دستگاه های الکترونیکی امروزیه، مثل باتری لپتاپ ها، پاور بانک ها و حتی خودروهای الکتریکی از این باتری ها استفاده می‌کنن. این معروف ترین مدل باتری های لیتیوم یونه 18650. قطر باتری 18 و طول اون 65 میلیمتره. ظرفیت این باتری 2000 میلی آمپر ساعت و ولتاژ کار اون 3.7 ولته. اما تو شارژ کامل به 4.2 ولت میرسه. میخوای ولتاژ بالاتر ببری، دوتاشو اینجوری سری کن، اما جریان ثابت میمونه. اگرم میخوای جریان رو زیاد کنی، مثبت‌ها به هم و منفی‌ها رو به هم وصل کن، ولتاژ ثابت میمونه. حالا اگه دوتا شاخه سری رو اینجوری با هم موازی کنیم، هم ولتاژ و هم جریان 2 برابر میشه. اگه ویدیو برات مفید بود، لایک و شیر و سابسکرایب یادت نره.